وزارت عدلیه در خبرنامه نگاشته است که قانون هیئت تعرفه از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است. ریاست احیا و انکشاف دهات پروان اعلام کرد که 7 شبکه آبرسانی در مرکز و ولسوالی های بگرام، سیدخیل و سرخ پارسه این ولایت با کمک بیش از 52.4 میلیون افغانی بانک جهانی ساخته می شود. سخنگوی وزارت فواید عامه محمد اشرف حقشناس می گوید که در ماه سنبله سال جاری خورشیدی 421,700 تن انتقالات از طریق خط آهن کشور صورت گرفته است. و برنامه جهانی غذا می گوید که اتحادیه اروپا 4 میلیون یورو به خدمات هوایی این سازمان در افغانستان کمک می کند.